آیت‌الله بنز. یکی از دانشمندان آلمانی آقای بنز، که این مرسدس بنز به نام ایشان هست، ایشان میگوید از امام صادق علیه السلام 500 رساله به لاتین و زبانهای اروپایی ترجمه شده. من از این کتاب ها 400 رساله را به دست آوردم و خوندم، اما 100 رساله دیگر به دست من نرسید. اگر اون 100 رساله دیگر را به دست می آوردم دیگر نیازی نمی دیدم که برم کتابخانه و کتاب دیگری را بخوانم، ولی چون اون 100 عنوان دیگر به دستم نرسیده، برای جبران آن خودم را شب و روز به زحمت می اندازم، در کتابخانه ها می چرخم، بلکه بتوانم جای خالی اون 100 رساله را پر کنم. بینندگان گرامی، مثل این که آقایان عادت دارند به نوعی شخصیت‌های مشهور دنیا رو به مذهب خرافاتی رافضه نسبت دهند. دیروز میگفتن انیشتین شیعه شده و امروز رفتن سراغ کارل بنز و لابد فردا حکم شیعه شدن اسحاق نیوتن و بیل گیتس و استیو جابز رو صادر میکنن و میگویند آنها شیعه ولایی بودند و از دارایی‌های خود در ماه محرم بین فقرا شل زرد و نذر ائمه تقسیم میکردند و اکتشافات و اختراعات خود را از لابلای هزاران روایت جعلی اصول کافی و دایره المعارف خرافات شیعه بهارالانوار درآوردند. حاج آقا، اگر کارل بنز با الهام از 400 رساله امام صادق که هنوز اثری از آن نیست به این موفقیت رسیده است، پس چرا یک نسخه از آن را به شرکت ایران خودرو نمی دهید تا شاهفرگون‌هایی مانند پیکان و پراید و لگن‌هایی مانند سمن تحویل جامعه ندهد و هر ساله با تغییر صندوق عقب و چراغ جلو ادعای نوآوری و فناوری ننماید و مجبور نگردد با ازدواج نامیمون پژو و پیکان بمب متحرک آردی رو بلای جان مردم سازد و با دستیابی به این صنعت منت کارل بنز و امثال او را نکشد. و یا اینکه این علم امام برای دشمنان اسلام است و مسلمانان حق استفاده از آن را ندارند، و یا شاید هم شما نیازی به سواری بنز ندارید، چرا که سالهاست با این خزعبلات پیروانتان را سواری خود ساخته اید و سوار بر آنان تختگاز در میدان شهوترانی و زراندوزی بر یکدیگر سبقت میگیرید. حاج آقا، اگر کارل بنز با شما و امثالتان آشنا میشد دیگر نیاز به هیچ رساله ای نداشت، زیرا به جای آنکه پاره آهنی را زیر پای مردم اندازد، جگر گوشه های مردم را زیر پای خود میانداخت. آیت‌الله بنز.